سلام. سلام، چطوری؟ به دومین ویدیو از ما ولاگ خوابگاه خوش اومدیم. ما الان از خوابگاه زدیم یکم تفریح کنیم، یکم خوش بگذرونیم، یه مصاحبه کاری بریم، بعد بریم به یه کافه جانانه بریم. کاری که من دارم 5:30 درست. حالا میرسیم قبلش بریم، ولی به نظر من یکم آره گردی چیزی بود. آره الان ساعت 3:30 3:30 4:30 من 4:30 3:44 دقیقه است. 3:44 دقیقه است وقت داریم. حالا ما اول بریم یه کافه، اگه 3:44 دقیقه است یه ساعت بشیم، بعد بریم همین مصاحبه کاری. گفتم لوکیشن رو برام بفرسته، اینجا مربوط به شغل خودمه، یه دفتر معماریه. اگر اوکی بشه و اونجا بتونم برم سر کار خیلی خوشحال میشم واقعا. یه حرکت اسمیه. حالا از اینطوریا و هم باره که سرشون فقط اینجا رو دوست داری؟ خیلی از آن خوبه، بعد نیست. یه خورده چون سبزه آدم حس خوبی میگیره ولی گرمه. بعد یه چیزی داشت تو واقعا گرمه. خیلی مایده باشم. خب زیاد با محیطش چیز نشدم، خوشم نمیاد واقعیتش، ولی خوب چون نزدیک بود و فضای سبزدار آدم حس خوبی میگیره. اما حالا بذار ببینیم طعم و مزه‌اش چطوره. اگه خوشمزه بود شب باز اومد، الان که گوشیم جا گذاشتم ناراحتم. حالا با برگ من گوشیمو بیاریم. بچم گوشی جا گذاشتم گیج میزنم. کاش موقعی که میخواستم برم یادآوری کردی. نمیدونم با خودت گوشی تو نگاه کردی جلو من که گوشی چی با من اصلا بگرد گوشی تو کیفمه. بساده داره بیجلا داره خود 10 دقیقه بود 10 دقیقه بیا 20 دقیقه میشه خسته میشی. با خط میریم. با خط میریم؟ نه میشه میریم با خط میریم. آره جواب نمیده. ما لوکیشن داریم، اومدیم سر لوکیشن، الان هر چی زنگ میزنیم آدرس دقیق رو بهمون نمیدن. اصلا ما اول بعد آدرس رو میداد. وقتی لوکیشن رو واسم فرستاد فکر می‌کردم این ساختمون هرچه میشه راحت فهمید. لوکیشن سینما سعدی رو داده، ما اومدیم. حالا کجا بریم؟ نمیدونم. حالا یه چه باش 5:30 قراره بره. یه 5 تا 10 دقیقه دیگه نهایتش جواب میده. دقیقاً صبر کن نهال مکالمه است. ساعت‌ها در آقای کی؟ برزگر نه برزگوشا. خب برزی آقای برزگوشا من بشینم برزی. ما از برزی هم رد کردیم. آقای باز آقای باز اینقدر بی خیاله. آره نشکن چطوره تیپم؟ بچه رفتیم تیپشو عوض کردیم، رفتیم از دست فروش خریدیم کردیم خوشمون. آره باورم نمیشه دستش به همون چپونده. نه ولی میخوایم باشیم. الان فعلا دیگه بمیشیم الان دیگه داریم تلاش میکنیم. ولی تلاش میکنیم بشیم. ایشون خیلی ما رو خندیدن. ما ایشون رو خندیدیم. مارک داشتن. مارک رو لباسم مونده بود یادم رفت درش بیارم. اومدم بیرون دیگه. نصف پاساجو خندوندیم. ولی این خوب بود خوش گذشت. ولی لباسم بگونیه ها. خیلی دوستش دارم. منم اینطور. Vamos a ver todo lo que hay. Disimular, así el problema y la duda no nos ven pasar. ما الان ایستگاه نمازی هستیم. از ایستگاه نمازی وسط هفت‌بهشت‌ها میخوایم بریم ارن
این چند ساعت اینجا هستیم، الان ساعت 8. نهایتا خب در خوابگاه باشیم، نه بیشتر میدیم تو ساعت 11 میتونیم. خیلی تاریکه، چقدر هوا خنکه واقعا، ولی احساس سقف رو دارم حس میکنم در اون خودم واقعا. نمی‌دونم هوا هم خنک‌تر میشه. خیلیه خدایا، ما دل ندیم فکر ما هم باش، ما هم دردمون میشه. پیاده روی تو 5 دقیقه پیاده روی کردی، او با همه استادی 14 منصور اومد جلو چشمه. 5 دقیقه پیاده روی طرف میگیرم ها. بای. خدا. Se destiñó esta capa azul y me quedé sin mi princesa gris.